سلام خفه شو لال شو خفه شو بچه ها، چطورید؟ خوش اومد به چنل من، یعنی فاین گیم از دارک توی این نایت. ویدیو اومدیم بدون آموزش ساخته خونه ویلایی اسو چیز 2 بدیم. از یه ور شبیه 5، از یه ور دیگه شبیه 2. مهم نیست، مهم نیته که شما میایید و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میسازی اینجوری و حالا پولش کنید. به این صورت پولش کنید. خب این چی؟ اینجا رو که ساختید میایید و 1 2 3 4 5 6 تا بلاک میید بالا و اینجا رو پر میکنیم. از این چه خبر ها؟ هنیه خوبیه چیه؟ میخوانه شروع شده ها؟ اگه گفتیم مصبر بفتیم این آزیم اینجا رو پر کردید میایید و بذار کد فیل بزنیم. کد فیل اینجوریه که این کار رو میکنید، فیل اوت فرام میزنید اینجا ناکن. یاکوزا یکی دیگه. حالا بخواید میتونید سایز ساختمون رو تغییر بدید به دلخواهی خودتون. اسم این بلاک چی بود؟ کوارت بریک. کد فیل دیدید اینجوری چیکار میکنه؟ خفنش میکنه. من با هر حرفی که میزنم یه میم میاد تو ذهنم، نمیدونم چرا. میدونم متقارن نیست ولی دوتا در خیلی خوشگل تر تا یه در انی، چون چیزی که میخوان درست کنم باید دوتا در باشه تا یه در. عجیبی اینو اینجوری میارید اینجوری. بعد میایید و از این سنگا میخوایم پخته شده شو میخوایم. ما از اینا پخته شده شو میخوایم. استون کابل استون چی بود؟ استون کابل استون نه استون دکتر استون. ای وای شریده رمله کرد. خب او مای گاد واو. و از اون کد فیل هست میتونی به عنوان گلس استفاده کنی. اینجا ناکن خدا وکیلی. الان بهت نشون میدم هیچ منظورم. یه بلوک زیر پاتون میارید. خیلی خفن این کار. گرس و بوم. خفه شو لال شو خفه شو. یه زاویدید متقارن به رس براتون به نمایش میذاره. این اثر خارق العاده. و کد فیلم میشه هم کند هم گذاشت کنن. خیلی خفنه. حتما نصفش چیز امتحانش کنید. بخورش مال سورفایوری بودیم به فهمی رفتیم ولی خوب به تخمم نرفتیم. ناله کن اگو توی این موضوع مخصوصا درگش به تخمم من واسه گیمینگ میخوام آقا. به تخمم واقعا نامردی. این زین مهم نیست چون دیده نمیشه، ولی خب بعضی حالا میگن ما بعضی میگن ما حساسی ما فلانیم باید همه چیش بی‌نقص باشه میذارن. فقط هم کوالیتی حروم میکنن همینو بس. در نمیخوالن که چی مثلا واقعا اونم که آره دیگه. خب ما سطل آب به تخمم
من کنتر رو بر نداشتم، نمیدونم چقدر کوالیتی میخواد. من گفتم کم میخواد، نگو زیاد شد. مهم نیم، مهم خونه ویلایی دیگه، بعد کوالیتی بالا باشه. حضرت محترم به تخمم. یه فیش میخوایم، فیش، یه فیش از این نوع. حسنه که گوید چند تا میذارید. و اینجاست که ما به گلس های گنده نیاز داریم. تخمم. گلس عادی، نه پین نیاز داریم، چون اینجا با اون بذاریم. با گلس پین بذاریم یا پهن خیلی زیش میشه، اینا خوشگل‌تر. به به تا الان این خونه شیک و مجلسی. بذار با شیدرم یه نگاه بندازیم. داره ضبط میکنه OBS. یا علی لگو نگاه، یا حضرت عباس، یا اگو خونه خاموش شو. شیده رو چی بود؟ ای حال موندن OBS لگ خوار مادر باشه، من نمیدونم. اوکی دیدی OBS تو نوبسایی. تزیینات داخلی که برسه من واقعا میتونم هنرمندی باشم. من ریدم تو این هنرمند بودنم. خب واقعا به هم ریخته است همه چی اینجا. عجیب نیست در واقع. یه ناز نداریم. این چی بود؟ آها یه چیز خوشگلی بود. آها می‌خواستم این کارو کنم. به تخمم. کتاب خونه میزنم. اینجوری که کتاب خونه طبقه پایین و بالا بزنید، مهم نیست. هر بر که خواستید. میدید نمره 20. دیلی داشتم. خب بنازم میدونم اینجوری میذارید و حالا اینو برداریم. حیف شد، دیدی حیف شد، تقصیر توه ها. بعد پله بذاریم. پله به تخمم. خب دوتا اینجوری، یه دونه اینوری که اینجوری بشه، یه دونه این چی. من بلاکو میزنم بالا، بیاین پایین. انزل تو همه چی یه بلاک. خب دوتا اینجوری، دوتا اینجوری، دوتا اینجوری سختی که تو سرم، اینجوری و اینجوری که بده اینجا. در این صحنه ما به اینا نیاز داریم، نه به هیچ اون ها. و اینجا یه چی این کتاب همونجا بسته. فقط من یه لحظه یه همچون فکر پرید بیزی من آمده یه باید این کار کنم. به واقعا خوبه این از این بنازم. خوب بنازم بنازم. خوب این تخت می‌خوایم تخت. حالا رنگ خاصی می‌تونید پیدا کنید. ما می‌ذاریم به جای کلیکی هستین همیشه دست شما هم سفید استفاده کنید. پرو اصلا من می‌خوام و این پاشو ساخت باقی ناله کن بده به من اینو. الان میگه خودت نکن. بابا الان خوشگل‌تر شد. قبول داری خدایی؟ من حضرت محترم به تخمم. بنازم. اینم از اینو دیگه. چی می‌خوایم؟ کوزه می‌ذاریم. حالا این بغل دوتا می‌ذاریم حالا که اینجوریه. گنگ اون بالا سینه می‌ذاریم. از دکمه میری روش. اینجا اینجوری میشه. اینم داداشمه. به تخم اونم هست. خوشگل‌تر شد. خب دیگه چی میخوایم؟ فانوس دریایی یادمون رفت بیاریم با خودمون. مهمترین که تاریک نباشه خونه تو گم میکشه این موضوع. بابا اینم اونجا بدونم. الان خوشگل شد. بنازم. دیدی زود قضاوت کردی اول ویدیو. با شیدر هم نگاه بندازیم. اینم با شیدرش میدونم لگی بره باید تحمل کنی. این شیدر اینجوری میکنه. اون ماهی ها اون چیزی که معلوم نیست با شیدری همچین چیزی تحویل میده بهتون. خب بچه مرسی که ویدیو دیدید. لایک و ساب فراموش نشه و تو ویدیوهای بعدی خدا نگهدار شما.